این نورسی با استعداد مولانا مظفرزاده است. او همگی 7 سال دارد و کمتر از 1 سال می شود که در رشته گوشتین تمرین می کند. با وجود تجربه کم توانسته از توجه هزارها کاربر را در شبکه‌های اجتماعی به خود جلب نماید. نوارهای تمرین و سبقت‌های او را در شبکه‌های اجتماعی هزارها کس با شوق تماشا می کنند. خدا که رفتم بگیره، اگم تمام نگیره، اگم چی نشه، انشالله پیشرفت کنم میکنم در عرصه بین المللی تا جای نمایان اشغال کنه که پرچم بردار باشه و مقصد بسیار خاکسار بودنش مهمتره. در این تالار همراه مولانا 10 نورس دیگر تمرین می کنند، ولی قهرمان ما میان آنها انگشت نما است. او نه تنها با چالاکی و حرکت تیز، اینچنین با انتظام و جد و جهدش از دیگران فرق می کند. او را تا حال در مسابقه ها کسی شکست نداده است. من خب مشق بزرگ شدم، رنگ رسول باقی سوال محمد بیکوف عملی نورالی المپیاد تجربه کردم. در این آیله نه تنها مولانا، همچنین برادر کلانیش نیز با او تمرین می کند و یکی از رقیبان اساسی او است. آنها باور دارند که در آینده وطن و ملت خود را در عرصه جهانی می توانند معرفی کنند. امامعلی سعیدزاد، ازیا پلوس.